این چیزهایی که به نظر من 90% آدم‌ها سرش دعوا میکنن یا اهمیت دارن، چه میدونم مثلا یه ارتقای سازمانی یا اینکه فلان چیزو گفتی به من برخورد، اینا حقیقتا تو ذهن من خیلی از اعتبار بالایی برخوردار نیست. سلام، وقت بخیر. شما در حال شنیدن 5مین شماره پادکست بیخوابی هستید. ما در بیخوابی رفتیم سراغ خواب و رویا و کابوس‌ها. کابوس‌هایی که به سراغمون میان و خواب رو از چشم‌های ما میگیرن. تا با کشف رمز و راز این خواب‌ها به لایه‌های عمیق‌تری از ناخودآگاه و روانمون پی ببریم. من شاهین خلیلپور هستم و همراه دکتر حامد ماهزاده، روانشناس و روانکاو، این پادکست رو به گوش شما میرسونیم. در این شماره هم رفتیم به سراغ خواب بیننده‌ای که به گفته خودش زیاد خواب میبینه. خواب‌هایی که بعضاً انقدر عجیب هستند که بی‌معنی به نظر میرسن. اما هیچ خوابی بی‌معنی نیست. چرا که ناخودآگاه با چیدمان خاصی از نمادها سعی میکنه توی خواب‌های ما وارد بشه و ترس‌ها و آرزوهای ما رو به تصویر بکشه. پس شاید بشه گفت خواب یک پله بین خودآگاه و ناخودآگاه ما. و اگر ما بتونیم از این پل عبور کنیم، شاید بتونیم تعادلی بین این دو بخش از روانمون ایجاد کنیم که توی زندگی روزمره، روابط، اضطراب‌ها، ترس‌ها و درک ما از خودمون و انسان‌هایی که باهاشون طرف هستیم مفید باشه. و شاید نه. در واقع ما هم مثل شما تلاش می‌کنیم با ایجاد سوال‌های مهم و کشف جوابهایی که توی روایت هر شخص پنهان شده به سمت واکاوی مکانیزم خواب بریم. بفهمه شما خوابتون رو. خواب دیشبمو بگم حتما. البته خیلی هم همچین خواب هیجان انگیزی نبودش، مثل این سریال ایرانی‌ها بود. من توی شرکت بزرگ کار میکنم، شرکت 1000 نفره تقریبا. برده بودنمون توی جایی، حالا سالونی بود یا عمارتی بود، یه عمارت قدیمیه مثلا خیلی مدرن، دهه مثلا 40-50 شمسی ساخته شده، خیلی مدرن بود، پر از منحنی‌های پشت سر هم بود، یعنی هم نشیمنش منحنی داشت هم تو سقفش منحنی داشت. بعد از ما خواستن که با توجه به اون مرتبه کاری و اون در واقع بخشی که توش کار میکنیم تو طبقات مختلف جا بگیریم و من خیلی سختم بود که از روی اون در واقع چیزی که بهمون داده بودن، حالت اینفوگرافیک، بفهمم که طبقم چیه. یعنی فکر میکردم که این در واقع از مشکل از منم نیست، خیلی بد مثل تفهیم شده بودیم. تا اینکه دیگه من رفتم تو اون طبقه‌ای که باید میرفتم قرار گرفتم. منتها وقتی وارد شدم حالت نوز بهم دست داده و خیلی شرم‌آور بود واسم. و کیم بغلم نشسته بود، یکی از شاگردام توی مؤسسه حالا تدریس میکنم، عکاسی و این چیزا. اون شاگردی که از همه ارتباطم باش بهتر بود، اون این صحنه رو دید و من حالا البته جمعش کردم و نشستم و با اطرافیانم یه گفتگویی برقرار کردم و مثلا یه حالت خوشوبشی داشتم تا اینکه یکی از همکارام رسید بالا سرمون که یکی از دخترای همکارم خیلی خوشم میاد ازش، خیلی بامزه است. گفتش که تو اشتباه اومدی، جات اینجا نیست. و من چون حدس می‌زدم این اتفاق بیفته آسانسور نگه داشتم اگه می‌خوای برو پایین. که من گفتم نه من جام اینجاست و تموم شد. یعنی دیگه به یه جایی رسید که درست یادم نمیاد و کلا خواب 360 درجه برگشتم پشت موتور پسر دایی‌ام. یه مسیر رو رفتیم و رسیدیم به یه اقامتگاهی که هم همکارام هم سفرام بودم، هم خاله‌ام، هم یه سری از فامیلام بود. بعد در واقع یه جورایی در امتداد اون همایشه بود انگار اون اقامتگاهه و این که یه جای صحرایی بود تقریبا و اتفاقای زیادی افتاد. یه بخش زیادیشو خاطرم نیست. مثلا داشتم با خالم یه جا بحث می‌کردم که آره اینجا هم جای بدی نیست که رفتم واسه همون دیگه همینه و ما هم که قبلا اقدام میکنیم واسه
اقامتگاه معمولا یه همچین جور جایی گیرمون میاد و اینا. و خیلی احساس بار مسئولیت داشتم کلا تو این بخش خواب. معمولا تو سفرها این بار مسئولیت رو دوش من هستش. و یه جا که اومدم وسایلمو جمع کنم، چون کلا هم یه خود سر به هوا هستم، یه پتویی بود که گویا از آن من بود. من این پتوها رو یه ذره جابجاش کردم، بعد یه چند دقیقه فاصله گرفتم، دیدم یکی از همسفرام یه خلاقیتی به خرج داد، این پتو رو اون شنای در اون رملی که اونجا بود پهن کرد، یه پتو خیلی بزرگم یه تبدیل به پتو خیلی بزرگی شد و این یه حالت تفریحی هم شکل گرفت. همه میومدن از روی سر میخوردن و یه حالت سرسره بازی خیلی شاد و شنگول شد فضای خواب. من پیش خودم گفتم چطور مثلا من به فکرم نرسیدین چند روزی که اینجا بودیم این کارو بکنم. بعد نوبت من شد که برم از اون بالا سر بخورم. من انقدر تو عوالم خودم بودم اصلا اشتباه رفتم مسیر رو. بعد خیلی همه زدن زیر خنده و خودم زدم زیر خنده. اصلا واسم عجیب بود که تو خواب من تا حالا نشد انقدر بخندم، انقدر قهقهه، همه قهقهه که مثلا تو خواب اشک از چشم جاری شد و اینا. این خودت هم میخندی؟ خودم از ته دل میخندم، یعنی اشک از چشم جاری شده بود و خیلی حس جالب بود تو خواب. تا حالا مثلا شاید یه بار دیگه شده بود که من تو خواب انقدر واقعی خندیده بودم. خوابی که شنیدیم اگر بخوایم نسبی برخورد کنیم شاید خیلی خواب نمادینی نباشه با خوابهایی که قبلا از خواب بیننده های دیگه شنیدیم. یعنی خیلی تنوع فضا و اشیا وجود نداره. تو اول خواب به یک موضوعی اشاره میکنه که توی خواب وجود نداره، انگار یک دیتا، یک اطلاعاتیه که کمک میکنه برای اینکه بفهمیم فضا چیه. میگه من توی شرکت خیلی بزرگ 1000 نفری کار میکنم، با هم رفتیم یک فضایی، متوجه میشیم از حرفاش که منحنی ها و معماری خیلی براش اهمیت داره. که حالا من راجع به این سوال خاص‌تری خواهم داشت راجع به خود همین مسئله معماری. بعد فضا عوض میشه، وارد فضای صحرایی میشه و همکارا و فامیل کنار هم جمع میشن و در نهایت هم یه اتفاقی میفته که براش شنیدیم که از خواب با خنده میپره. اول میخوام در مورد ساختار کلی این خواب اطلاعاتی به ما بدید که اصلا برخورد با چنین خوابی چطوری میتونه توی این جلسات اتفاق بیفته. من همیشه فکر میکنم که اتفاقا خوابهایی که خیلی نمادین نیستن تحلیلشون خیلی سخت داره، به خاطر اینکه نمادها خیلی پنهان ترن. در واقع اینجوری نیست که اصلا نمادین نباشن. خواب هر چقدر که نزدیک به اتفاق و رویدادهای روزمره باشه اتفاقا پیچیده تره و بعضا میبینیم که خوابهای خیلی ساده و خیلی روتین و روزمره خیلی تفسیرهای پیچیده تری داره که حالا حتما تو اپیزودهای بعدی داریم نمونه‌هاش رو و میتونیم راجبش صحبت کنیم. اما راجب ساختار کلی این در واقع خواب به نظر من دو بخش مجزا داریم اینجا. یه بخش شخصیت اجتماعی خواب بیننده که تو محیط همکاراش و اون همایشه و اون سالونه و اینها خودشون نشون میده. یه مقداری اون قسمت دوم وجهه شخصی‌تر و خانوادگی‌تر و فردی‌تر خواب بیننده است. در واقع تو قسمت دوم دیگه بیشتر با اقوامش و حالا درسته که ادامه همون خواب است، یعنی اینکه خواب بیننده همون حسی که تو اون همایشه داره تو اون در واقع بخش اقامتگاه و سفر و اینا هم دارتش، ولی خب احساس میکنم که خیلی بخش خصوصی تریه چون با اقوامشه، یعنی با موتوری که از اقوامش میره اونجا خالش هست و همینجوری دوتا فضای این شکلیه و خب نشون میده که شخصیت خواب بیننده تو دوتا فضا چه تفاوت‌هایی با هم. از این جهتش اتفاقا جالبه چون تو اون فضای آدمیه که در واقع خیلی قدرت طلبه و
خیلی هم توجه به دیگران نداره. تو فاز دوم خیلی اتفاقا نرمتر و شوختر و در واقع ارتباط بهتری با مسئولیت آدم، پذیری هم جزء مسئولیت چیزایی، پذیری یه و نگرانی داره راجع به اینکه همینطور. چی شد و حالا اینجا کجاست. و همینطوره. اتفاقا راجع به همین مسئله در واقع شخصیت خواب بیننده ها، اون جایگاه اجتماعیشون یا در واقع کرکتر و اون وجهی که از خودشون دارن، میخوام بدونم که اصلا شناخت این جنبه از خواب بیننده چه کمکی داره میکنه، چه تأثیری داره توی تفسیر خواب. یعنی ما اگر یک خواب بیننده ای رو تحت یک شرایطی 5 ساله که میشناسیمش، یا یک خواب بیننده ای که اصلا نمیشناسیمش و فقط با خواب اون آدم مواجه شدیم برای اولین بار، آیا این به ما تفسیرهای دوگانه یا متفاوتی ممکنه توی نمادها و شرایطی که تو اون خواب بده؟ مثلا اینکه این شخص چه جایگاهی داره، آیا معماری و منحنی‌ها و موتور داره برای این آدم متفاوت عمل میکنه، یا اگر این المان‌ها رو تو خواب‌های دیگه هم ببینیم به چنین تفسیرهایی میرسیم، یعنی واحد این المان‌ها؟ خب من فکر میکنم طبیعتا خیلی خواب وابسته به خواب بیننده است. یعنی اصلا دلیل این که ما در واقع بعد از هر خوابی ادامه میدیم جلسمون رو راجع به خواب صحبت میکنیم با خواب بیننده ها، اینه که آن چیزی که درونمون آدم هست نمایان بشه، به خاطر اینکه اون داره راجع به ناخودآگاه خودش صحبت میکنه، کاملا فردیه. و خب یه سری المان‌هایی در خواب وجود داره، یه سری نمادهایی در خواب وجود داره که توی فرهنگ جمعی ما هم هست. یعنی اینکه مثلا فضاهای بزرگ شاید برای همه ما این نمادی از مثلا قدرت یا احساس مثلا ایدئالگرایی یا هر چیزی شبیه این رو وجود داره توش، منتها فرد به فرد این فرق داره. یا خوابها خیلی نمایانگر ضمیر ناخودآگاه اون فردن. در نتیجه فکر میکنم داستانی که وجود داره اینه که هر فردی شخصیتش، پترن های رفتاریش، ناخودآگاهش، امیالش، آرزوهاش، نیازهاش در خوابش حتما نهفته و با خوابش یه قسمتی از اون آشکار میشه. خب در مورد این مسئله که گفتین، آیا میتونیم بگیم که مواجهه با خواب یا تحلیل و تفسیر خواب و رویا یه میانبره برای اینکه ما حداقل به سرفصل‌هایی از جنبه‌های روانی اون فرد برسیم؟ مثلا توی این خواب، تو بخش تحلیلش، ما کلیدواژه عذاب وجدان رو خیلی میشنویم، یا بحث والد رو داریم خیلی میشنویم، چیزی که از توی این خواب کشیده شده بیرون از این جلسه نبوده. آیا میتونیم بگیم که حداقل میتونیم به سرفصل‌های اصلی اون، حالا شاید به تعبیری حفره‌های روانی یا تروماها یا مسائلی که اون فرد باهاش همیشه از بچگی درگیر بوده، با تحلیل یک خواب برسیم، یا چنین ادعایی خیلی گزاف باشه؟ هر آدمی که میاد میشینه خوابش رو تعریف میکنه، حالا یه تجربه خاصی رو داریم الان ایجاد میکنیم، چون به صورت روتین معمولا خوابها در جلسات تراپی مطرح میشه و توی کانتکست وسیعی قرار میگیره. یعنی اینکه یکی از روش هایی که تو جلسات روانکاوی ازش استفاده میشه صحبت کردن راجع به خواب هاست. اون تا کاری که ما داریم میکنیم کار خاصیه، یعنی آدم هایی که تا الان ندیدیمشون خوابشون رو بیان میکنن و ما راجع به خوابشون صحبت میکنیم و خب خیلی دسترسی پیدا میکنیم به ناخودآگاهش. از این جهت من فکر میکنم که بله، خوابها حتما توشون در واقع اون تراماهای ما هستن، نهفتن، و ما در واقع اینجوری خیلی سریعتر اون زخمها رو تاچ میکنیم. این تراما به مثابه زخمهای روانی که آدم ها خوردن خیلی در خوابها نهفتن، به خاطر اینکه همونجور که گفتیم خوابها تجسم در واقع آرزوهای ناخودآگاه هستند و معمولا آرزوهای ناخودآگاه بحث جبران تراما هاست و ما خیلی نزدیک میشیم به تراماهای اون فرد و پترن های رفتاری اون آدم رو تحت تاثیر اون تراماها میتونیم در واقع بشناسیم.
و خب اگر که این جلسات هم ادامه پیدا بکنه طبیعتا اون تروماها بهتر باز میشه برای خود فرد. ولی تو همین یک جلسه برای خواب هم میتونیم بگیم که ما میتونیم دسترسی پیدا بکنیم به سری از زخم‌های روانی اون فرد و راجع به اون صحبت کنیم. در ادامه این موضوع حالا من به بحث عذاب وجدان اشاره کردم که توی این خواب بخش تحلیلش خیلی شنیده میشه و خواب بیننده هم میپذیره، یعنی کاملا براش این مسئله روشن میشه که یه بخشی از این مسائلی که به هر حال به چنین خوابی منجر شده از یک عذاب وجدانی میاد که وابسته به یک والدی هست که در این فرد شکل گرفته. همیشه وقتی که با دیگران درگیر شدم یا مثلا اگه جایی برتری، حالا هر نوع برتری داشتم، از اون برتری استفاده کردم، به حقم حتی اگه استفاده کردم، بعدش انقدر از دچار عذاب وجدان گفتگو شدم با خودم که دیگه اصلا دیگه روح و روان واسم نبوده. من این عذاب وجدان رو تو جلسات مختلف هم شنیدم، تو خواب بیننده های مختلف. سوالی که دارم اینه که آیا میشه رابطه مستقیمی بین عذاب وجدان و خواب ایجاد کرد؟ چون همیشه شما میگید که خواب بحث امیال ناخودآگاه، ترس ها و آرزوهاست، ولی آیا میشه عذاب وجدان رو هم توی این تعریف آورد که ما خواب هامون متأثر از عذاب وجدان های زندگیمونه؟ متأثر از عذاب‌های وجدان در واقع شاید نه، در واقع نمایانگر عذاب‌های وجدان یا شاید اصلا عذاب وجدان روی دیگر سکه آرزوهای ناخودآگاه دیگه. عذاب وجدان یعنی چی؟ عذاب وجدان یعنی یک وجدانی وجود داره که اسمش ناخودآگاهه، یعنی عذاب‌های ناخودآگاه یا آرزوهای ناخودآگاه، یعنی این انگار دو روی یه سکه است. و طبیعتا یعنی همونجوری که ما امیال ناخودآگاه رو داریم، عذاب‌های ناخودآگاه هم داریم. عذاب‌های ناخودآگاه یعنی در واقع اگر که برآورده بشه میشه هم امیال ناخودآگاه. در نتیجه دقیقا ما داریم راجع به همین صحبت میکنیم و اصلا تراماها هم همینه، یعنی اینکه تراماها جاهاییه که ما نتونستیم با اون موضوع در جهان واقع به یک در واقع پذیرش یا یه حل و فصلی برسیم، یعنی یک پرونده باز در ناخودآگاه که بلا تکلیفیم و داره ما رو آزار میده و مثل یک چه میدونم زخمی روی بدنه روانی ما داره کار میکنه. پس در نتیجه طبیعتا تو خوابهای ما هم اونها داره خودش رو نمایان میکنه و خیلی وقتا اتفاقا جبران عذاب وجدان هست، یعنی اینکه امیال ناخودآگاه یعنی حل اون عذابهای وجدان و اتفاقا بهبودش و میتونیم کاملا اینجوری نگاهش بکنیم. در واقع اگر ما بتونیم با تراپی یا هر روشی به عذاب وجدانمون راجع به مسائل مختلف که داریم غلبه کنیم، میشه نتیجه گرفت که دیگه تو خواب نمودی از اون عذاب وجدان رو نخواهیم دید. خیلی پیچیده‌تر از این هاست که مثلا بگیم که ما تو تراپی مثلا عذاب وجدان هامون رو در واقع بتونیم حلش بکنیم که تو خواب نیاد، به خاطر اینکه خیلی لایه لایه است و برای خود ما هم دسترسی بهش خیلی سخته و اندازه قدمت عمر یه آدم میتونه عذاب وجدان وجود داشته باشه و خیلی هاش مثلا برای سنین خیلی خردسالی و کودکیه و دسترسی بهشون خیلی سخته. ولی طبیعتا اگر یک حالت ایدئالی رو در نظر بگیریم که یه آدمی رو بتونیم، یه آدم فرضی رو بتونیم در واقع عذاب وجدان‌هاش رو کلاً برطرف بکنیم و این آدم در روان خودش مثلا فاقد هر گونه عذاب وجدان بشه، بله ممکنه که خواب‌ها شکلش تغییر بکنه. حالا یه نکته توجه همو توی این خواب جلب کرد، اینه که یک پدیده جنسی اتفاق میفته برای خواب بیننده که نعوذ باشه، اما تعبیر و تفسیرش اصلا جنسی نیست، یعنی به بحث قدرت طلبی و میل به قدرت اشاره میشه. باز توی یه سری خوابهای دیگه میشنویم که یک پدیده خیلی روزمره‌ای اتفاق افتاده تو خواب، مثلا یه اتفاق روزمره‌ای افتاده و اصلا جنسی نیست، اما تفسیر و تعبیرش به امیال جنسی اون فرد برمیگرده یا به سرکوب‌های جنسیش برمیگرده. چرا این تفسیر بیواسطه نیست؟ چرا انگار برعکسه؟ یعنی
وقتی یه اتفاق جنسی میفته معنیش غیر جنسیه، وقتی یه اتفاق غیر جنسی میفته میتونه تعبیرش جنسی باشه. من به این تمایز قائل نیستم، به خاطر اینکه در واقع انقدر قابل تفکیک نیست افکار جنسی و غیر جنسی. ما تو هر نگرشی از زندگیمون، تو هر نمادی میتونیم یه چیزی، یه عنصری از جنسیت پیدا بکنیم. ولی اینکه حالا چرا ما تفسیر غیر جنسی کردیم خواب رو، حالا این بحث در واقع پدیده جنسی رو، به دلیل قدرت طلبی اون حالت فالوسه. یعنی اینکه انگار که اون آدم این شکلی داره ابراز وجود میکنه و اتفاقا همین باعث عذاب وجدان یا خجالتش میشه. یعنی یه قدرت طلبی سرکوب شده و خب خیلی با ساختار طبقه بالای اون ساختمون قرار گرفتن و حتی بهش میگن که بیا برو پایین آسانسور رو نگه داشتیم، ولی اون همچنان میخواد بمونه اونجا و تو اون 1000 نفر بدرخشه و تو اون جایگاه باشه، حتی برای اینکه این کار رو بکنه حاضر شاگردهاش هم تو اونجا بیاره، ولی تو اون جایگاه بمونه. از نظر من بیشتر قدرت طلبیه و اون قدرت طلبی حتی باعث میشه که یه خوردم نگران بشه که کسی نفهمه یا باعث خجالتش بشه. ولی خب فالوس فعاله دیگه، یعنی که اون نشون میده که در واقع اون جایگاه مهمیه براش و میخواد حفظش بکنه. موضوع برای اینکه تو قسمت دوم خواب اصلا ما اینو نداریم. یعنی حتی اونجا نه تنها قدرت طلبی نداریم، بلکه همرنگی و همنوایی با جمع داریم. یعنی اینکه اگر که مثلا بگیم 2 قسمت زندگی در واقع کاری یا زندگی اجتماعی یا زندگی خصوصی، میبینیم که تو زندگی اجتماعی فرد قدرت طلبتره تا زندگی خصوصی. تو زندگی خصوصی اتفاقا همرنگتره و در واقع هم نواتر با جمع. البته یه حسادتی اونجا تو بحث ایده به وجود میاد، اونجا هم باز قدرت طلبی هست، منتها چون کاری از دستش برنمیاد همرنگ میشه دیگه. یعنی اون خنده آخر خواب یه همرنگی با همون جمعیه که حالا دارن در واقع چیز میکنن دیگه، مسخره میکنن این قضیه رو و اینجوری از خودش دفاع میکنه با همرنگ شدن با اون جمع. خودم همیشه پیش خودم فکر کنم که یه نابغه درونی دارم که همه چیز رو به خوبی پیش بینی میکنه و یه احمق درونی هم دارم که همیشه کارا رو اون انجام میده، بعد این خیر اون همیشه میگیره. میگیدی من گفتم در مورد این خنده اتفاق جالبیه. یعنی معمولا حتی خود این خواب بیننده اشاره میکنه من تا حالا تو خواب اینطوری نخندیده بودم، جوری خندیدم که اشک از چشام اومد و اینا. معمولا هم از خواب پریدن با یک اتفاق بدی رخ میده، از یه جایی میافتی، گریه داری میکنی، داد داری میزنی. اینجا با خندیدن اتفاق افتاده. خواب بیننده هم خیلی خوشحاله، یعنی به نظرش اتفاق مثبتی افتاده که خندیدیم و شاد بودیم و من از خواب پریدم. ولی تو بحث یعنی وقتی جلوتر تفسیر میشه این خوابه، در واقع این همنوایی با یک جمعیه این خندهه، ولی همنوایی در مورد در واقع یک ویژگی شخصیتی این فرده که میتونه شلخته باشه، میتونه اشتباه بکنه و آدما به اشتباهش بخندن و انگار خودش هم داره میخنده. یهو انگار برعکس میشه، یعنی تو صحبتایی که با شما داره خودش هم متوجه میشه که خنده الزاما اتفاق خوبی نبوده، اونطوری که فکر میکرده اتفاق شیرینی نبوده. در مورد این میشه یکم بیشتر بگید که در واقع چطور به ذهن خود افراد نمیرسه که میتونه معانی کاملا برعکسی داشته باشه؟ نمادها و اشاره هایی که توی خواب هست خیلی برامون واضحه که این آدم از خطایی که کرده خجالت کشیده. تعارض بین خندیدن و خجالت کشیدن یه چیز خیلی واضحیه دیگه. یعنی مثلا شما ممکنه که بحث همنوایی که گفتم، یعنی چیزی خلاف میل خودت رو بروز دادن برای اینکه همرنگ اون جماعت بشی. خب طبیعتا این خنده میتونه هیستریک و عصبی باشه دیگه، یعنی یک خنده نمایشی برای پنهان کردن اون خجالته. ما یک خنده‌ای داریم که از روی شادیه، به یک خنده‌ای داریم شبیه خنده‌های عصبی که حالا بیشتر برای پنهان کردن اون در واقع استرابه. من فکر می‌کنم که اگر که بتونیم
در واقع یه ترتیب قرار بدیم، یه تناسبی بین موقعیت و احساسات ایجاد بکنیم، میتونیم بفهمیم که واقعا این خنده از روی شادیه یا از روی اضطرابه. من فکر می‌کنم کسی که داره خجالت میکشه اگه بخنده، یعنی که خودشو همرنگ کنه با یه جماعتی، طبیعتا خوشحال نیست، فقط داره ضعف خودشو پنهان میکنه و طبیعتا این میتونه یه خنده اضطرابی باشه. یه جایی شما به این اشاره میکنید که در واقع این احتمال رو برای خواب بیننده در نظر میگیرید که الان که خواب تفسیر شده ممکنه که کمتر خواب ببینه، یا اینکه ممکنه خوابها پیچیده تر بشه. یعنی انگار یه آمادگی ذهنی به این فرد میدید که ممکنه الگوهای خوابت از این به بعد عوض بشه. در مورد این در واقع تغییری که ممکنه توی خواب بیفته میشه بیشتر توضیح بدین؟ بله، در واقع این داستان این شکلیه که وقتی که نمادهای ناخودآگاه تفسیر میشه و یک انگار نوری ما میتابیم به این نمادها، دیگه کارکردهای گذشتهش رو نداره و ناخودآگاه یعنی یه بخش بزرگ و هوشمندی در ما که در واقع از قدرت فکری ما هم بهره منده، حتما خودش رو در قالب‌های دیگری پنهان میکنه، به خاطر اینکه اگر که پنهان نکنه که دیگه اسمش ناخودآگاه نیست، در واقع قسمتی از آگاهی یا نیم هوشیار میشه. در نتیجه خواب‌ها اگر قرار باشه همون کارکرد گذشتهشون رو داشته باشن، وقتی که ما تفسیرشون میکنیم مچشون باز میشه، طبیعتا یا باید الگوشون عوض شه یا نمادها عوض میشن یا یه مدتی نیستن. و که روید یه نکته داره که میگه ما یک نگهبانی داریم که خیلی مواظب این در واقع هویدا شدن ناخودآگاهه، انگار اون حواسش هستش که خیلی همه چیز روشن و آشکار نباشه و اون باعث میشه که در واقع شکل خواب تغییر بکنه، پیچیده تر شه، معمولی تر شه، حتی یه جاهایی خواب اگه نمادین خیلی معمولی تر شه، اگر معمولی خیلی نمادین تر شه و عناصر در هم پیچیده تر بشن که خیلی دسترسی ما به تفسیرشون راحت نباشه و حتی ممکنه مدت هم قطع بشه. همراهی شما خیلی ارزشمنده برای ما. پادکست بیخوابی اول و 15 هر ماه منتشر میشه و برای هر شماره در یوتیوب جلسه تحلیلی جداگانه‌ای برگزار میکنیم که به ما برای کشف جزئیات بیشتر کمک میکنه. ما در حال کشف و جستجوی حقیقت در مورد خواب هستیم، دقیقاً مثل شما، و شبکه‌های اجتماعی بهترین راه برای یک ارتباط دو طرف است. بیخوابی رو توی اینستاگرام و تلگرام جستجو کنید، هرچند که لینک شبکه‌های اجتماعیمون رو مثل کانال یوتیوب در توضیحات قرار دادیم. موسیقی و طراحی صدای این پادکست رو سامان کربلایی به عهده گرفته و آرتورک‌های مربوط به هر شماره اثری از نیلوفر ساسانی هستند. تا شماره بعدی بیخوابی، خوب بخوابید.